سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و روزگار به کام شما باشم. من علیرضا اکبری هستم، اینستراکتور کامگاه اسکالرشیپ. کامگاه اسکالرشیپ برای شما درباره بورسیه های تحصیلی، ویزای بشردوستانه و همچنان درباره زبان و آموزش انگلیسی برای شما معلومات میدهه و ویدیوهایی که به نشر میرسه درباره همین موضوعات می باشه. قبل از اینکه ما ویدیو خود آغاز کنیم لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و همچنان زنگوله بغلش را روی آل بگذارید تا از ویدیوهای بعدی که به نشر میرسه با خبر بشید. میریم به طرف سلایت ها. این بورسیه درباره ایشین یونیورسیتی فور وومن می باشه. جزئیات این بورسیه شامل پلیس یا جایش می باشه که در مکانش در بنگلادش هست، تایپ یا نوعیتش فولی فاوندد و هاف فاوندد است. دیگری درجهش پری اندرگراجویت، اندرگراجویت، ماستر و پی اچ دی می باشه. فیلد یا رشته هایش شامل کامپیوتر ساینس، اکونومی، پولیتیکال ساینس، فلسفی، انوایرنمنت، بایوتکنولوژی و پابلیک هلت می باشه. زبانی که برای شما تدریس میشه زبان انگلیسی هست و لنگویج ریکوایرمنت نیاز نداره، یعنی شما نیاز ندارین که به توفل داشته باشین. جندر یا جنسیتش فیمیل می باشه، برای دختر خانم است فقط. اوپن دیت یا همون آغاز ثبت نام از 8 اپریل 2024 شروع می شود تا 1 آگوست 2024 هم خاتمه می یابد. خب بنفیت یا همچنان مزایای این بورسیه برای کسایی که فول فاوندد را به دست میارن، یونیورسیتی توشن فی هست، یعنی امو دانشگاه را برای شما فیسش رایگان کرده. دورمیتوری یا هم لیلیه می باشه. هلت کر یا هم امو مراقبت های آموزشی هست یا میگیم بیمه. توشن آف بوک اند استاف و همچنان پول قرطاسیه و کتاب های شما نیز پرداخت میشه و همچنان مصارف سفر و تیکت شما نیز پرداخت میشه. required document یا اسنادی که نیاز هست تا شما در این بورسیه ثبت نام کنید، یک قطعه عکس می باشه که با فرمت JPG یا JPEG باشه و سایزش نباید بیشتر از 30 کیلوبایت باشه. اکادمیک داکومنت هست، شامل اسکول دیپلما و ترانسکریپشن هسته که شما نمرات 3 ساله و همچنان دیپلمای مکتب شما باید باشه. و اسناد بعدی که نیاز هست پاسپورت می باشه. سایز پاسپورت باید 25 کیلو باید باشه و بک‌گراندش سفید باشه، فرمتش JPG و JPEG باشه. و در آخر هم برد سرتیفیکیت یا سند تولد نیاز هست که بعد از اینکه این اسناد را شما آپلود کردین، شما میتونین که یکی از اپلیکنت های این بورسیه باشید. دوستان عزیز، این بود تمام معلوماتی که شما نیاز داشتین برای اپلای به بورسیه. برای باخبر شدن از ویدیوی بعدی که نحوه کامل اپلای به بورسیه هست، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله پهلویش روی آل بگذارید تا از ویدیوی بعدی که برای شما نشر میشه با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.